سلام، به ویدیوی من خیلی خوش اومدین. حدس میزنم شمایی که روی این ویدیو کلیک کردین دنبال یک سری راه‌های ساده و اصولی هستین که به اندام ایدئالی که تو ذهنتون دارین برسین. خب باید بگم که جای درستی اومدین، چون من میخوام توی این ویدیو 3 راهکار ساده و کاربردی بهتون بگم که کمک میکنه بدون نیاز به کالری شماری یا یه سری از راه‌های زمانبر و هزینه بر به اندام ایدئالتون برسین و همیشه فیت بمونید. البته مهمتر از اون سالم و سلامت بمونید. خب آماده این؟ بریم سراغ مورد اول. تو این تصویر چی میبینید؟ یه بشقاب ساده و کوچیک، ولی چیدمان این بشقاب میتونه زندگی شما رو تغییر بده. پس بیاین با هم یاد بگیریم چجوری این بشقاب رو بچینیم. شما هم قبول دارید که سبزیجات و میوه‌جات به طرز عجیب و خارق‌العاده‌ای متنوع، جذاب، زیبا و خوشاب و رنگند؟ یک قانون طلایی بهتون میگم. نصف بشقابتون رو با همین قشنگ ها، یعنی سبزیجات خام و پخته و میوه های رنگی پر کنید. سبزیجات قهرمان های بشقابن. به شما حس سیری سریعتر و طولانی مدتتری میدن. به گوارش کمک میکنند و پر از ویتامین و خاصیتند. از من میشنوین؟ اگه میخواین هم سالم باشین هم خوشندام باید عاشق سبزیجات بشین. میرسیم به پروتئین، کربوهیدرات و چربی ها. 1/4 از بشقاب رو با پروتئین با کیفیت پر کنید و 1/4 باقی مونده رو به صورت تقریبا مساوی با کربوهیدرات ها و چربی های مفید. از اهمیت پروتئین غافل نشین که براتون عضله میسازه، به شما انرژی میده و از پرخوری جلوگیری میکنه. و البته که کربوهیدرات و چربی های مفید هم به مقدار کم و به اندازه نیاز فراموش نشه. خب بریم سراغ مورد دوم. به بدنمون گوش کنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مغزتون بهتون اولین سیگنال سیری رو میده، لطفاً از غذا خوردن دست بکشین. بدن ما خیلی هوشمنده و همه چی رو متوجه میشه. میدونین فرق بین انسان‌های چاق و لاغر دقیقاً در همین مورد هست. اگه دقت کنید، کسایی که لاغر هستند در حدی میخورند که از گرسنگی احساس ضعف نکنند، ولی برعکس انسان‌های چاق انقدر میخورند تا از فرط سیری احساس بدی بهشون دست میده. شما با همین راهکار خیلی راحت و ساده میتونید همیشه فیت بمونید. تنها کافیه که وقتی سیر شدین غذا خوردن رو تموم کنید. همین. میرسیم به نکته آخر و اون هم این که به کیفیت غذا در کنار کمیت خیلی توجه بکنید. چرا؟ چون این موضوع سلامتی ما رو در بر میگیره و چه نعمتی مهمتر از سلامتی و سالم بودن. سعی کنید که به کیفیت غذا خیلی توجه بکنید و تا حد امکان مواد غذایی سالم رو جایگزین مواد غذایی ناسالم بکنید. یار و هویج و گوجه رو جایگزین چیپس و پفک بکنید. یا خرما، عسل، توت، کشمش رو جایگزین شیرینی و شکلات بکنید. رسیدیم به آخر ویدیو. همونطور که دیدین این 3 راهکاری که من گفتم واقعا خیلی ساده و کاربردیه. لطفاً برای یک مدت کوتاه هم که شده این راه‌ها رو امتحان بکنید و خیلی خوشحال میشم که نتیجهش رو توی کامنت ها با من در میون بگذارید.
امیدوارم که این مطالب براتون مفید باشه و شما رو تو ویدیوهای بعدی ببینم.